شوهر داشت، اما من عاشقش بودم. انقدر دوستش داشتم که حتی حاضر بودم شوهرشم بکشم. به خاطر اینکه همکارم بود و حفظ حرمت بشه و انگ بی‌ناموسی بهم نزنن، به کسی چیزی نگفتم، حتی به خودش. منتظر موندم تا موقعیتش پیش بیاد. بعد از یه مدت بالاخره دست قضا رو کرد و رابطه اون و شوهرش با هم دیگه شکراب شد. خواستن جدا بشن و من ذوق زده ترین آدم دنیا بودم، به خاطر اینکه به بهترین زن آرزوام می‌خواستم نزدیک بشم. بعد از یه مدت که از هم دیگه جدا شدن، روی کاغذ کوچیک نوشتم ساعت 9 امشب فلان رستوران منتظرتم و گذاشتم لای یه پرونده و بهش دادم. گفتم کارهای این پرونده رو بی زحمت مطالعه کن، چون کارهای خیلی مهمیه. ازش که فاصله گرفتم، پرونده رو باز کرد، کاغذ رو که خوند، یه زیرچشی نگام کرد و خندید. این خنده نشونه رضایت بود که امشب میتونم تو رستوران ببینمت. تو رستوران که با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، بعد از خوشوبش بهش گفتم من بیش از اون چیزی که فکر کنی دوست دارم. حتی حاضرم تا آخرین لحظه عمرم کنار تو باشم و به هیچ کس دیگه فکر نکنم. گفت تو مجردی، من یه ازدواج ناموفق داشتم، من و تو با هم دیگه سازگاری نداریم و حتی تو دلیل جدایی من از شوهرمو نمیدونی. گفتم برام مهم نیست، گذشته تو اصلا برای من مهم نیست، مهم اینه که آینده رو با هم دیگه میسازیم. گفتم ما گذشته من 100% تو آیندهمون تاثیر داره. گفتم چرا؟ گفت چون من بچه دار نمیشم و به خاطر همین مشکل از شوهرم جدا شدم. گفتم بچه انقدری برای من مهم نیست که تو هستی. تو از همه چیز توی این دنیا برای من با اهمیت تری. با هم دیگه ازدواج کردیم و بعد از چند سال صاحب یه پسر خوشگل شدیم. اینه معجزه عشق که اگر دست کمش نگیری برات همه چیزو طلا میکنه، حتی خاکستر. این اتفاق برای نزدیکترین فرد زندگی من افتاد و با چشمای خودم معجزه عشق دیدم. آره.